بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما سروران، خوبان و مهتران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل الله رو بی نهایت سپاسگزاریم تا که توفیق خدمت به شما عزیزان رو نصیب بنده و همکاران بنده کرد تا در این برنامه هم به همراه شما عزیزان با موضوعی جدید در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز باشیم. در ابتدا من به نمایندگی از همه شما خوبان و سروران خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و خوش آمد میگم. حضورشون رو در استودیو خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم هم خدمت شما و هم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم انشالله بتونیم دیدار خوب و پر از محبت و عشق و صمیمیتی داشته باشیم. و البته من در ابتدای برنامه هم به استاد سلیمانی میگفتم واقعا به همچنین جوانای با محبت و با صمیمیتی باید بنازیم که با وجودشون اینکه ایشون سرما خورده بودند و ریزش بینی هم آنچنان و عطسه های این چنانی، با تمام اینها زحمت کشیدن و تشریف آوردن. گرچه که احمد آقا هنوز هم کولر رو خاموش نکرده، امیدواریم که خاموش بکنه تا عطسه های استاد سلیمانی شروع نشده به اصطلاح این فضای پرصمیمیت و محبت ما گرمتر باشه. در خدمت شما هستیم استاد سلیمانی عزیز. از قدیم گفتن درس معلم اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. ما دیگه جناب دکتر محبتش ما رو از بستر هم شده بلند میکنه میاره اینجا و به برکت دعای خیر شما عزیزان الحمدلله وضعیت من هم بهتر هست و در حال عزیزانی که در ما از برنامه گذشته سفره دل که از استودیو خارج شدیم دیگه الله متعال ما رو مبتلا کرده بود به آزمایشی و الحمدلله رو به بهبودی است وضعیت. و از همه شما عزیزان برای همه بیمارانی که نیازمند دعا هستن دعا تقاضامندیم و همین ما به شما دعا میکنیم که الله متعال تمام بیماران ما رو شفای عاجل عنایت بکنه. محبت سلاحی است که خیلی از مشکلات رو حل میکنه. محبت سلاحی است که نه تنها یک سلاح است، یک دارو و درمان است در بسیاری از مشکلات و سختی ها در زندگی و کانون گرم زندگی. محبت نقش بسیار پررنگ و ویژه‌ای داره، علل خصوص بین زن و شوهر در ابتدای زندگی وقتی که ازدواج میکنن و زندگیشون رو شروع میکنن. محبت بسیار بسیار ارزشمنده، قشنگه و مهمه و همون تعبیر خودمونی تر عشق، اون چیزی که حالا مد شده دیگه سر زبون هاست، بین زن و شوهر خیلی مهم هست. امروز میخوایم به همراه شما عزیزان با این موضوع و جناب دکتر صحبتی داشته باشیم درباره محبت در زندگی زناشویی و بین همسر، محبت در کانون خانواده و اینکه چطوری باشه فضا تا قشنگتر بشه، چطوری محبت رو کسب بکنیم و چطور این رو استمرار ببخشیم و چطور از زوالش جلوگیری بکنیم و چطور محبوب همدیگه باشیم، چطور به هر حال عاشق و معشوق بمونن زن و شوهر در فضای گرم داخل خانواده. اگر اجازه بده جناب دکتر از خود اصلا موضوع محبت شروع بکنیم. یعنی چی وقتی که محبت، هر کسی از محبت یه برداشتی داره، یه معنایی داره. شما محبت رو چی توصیف میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. استاد سلیمانی عزیز، محبت یک رابطه بسیار عمیق هست و بسیار حیاتی و یک قدرت و توان شاید قوی ترین یا بزرگترین قدرت و توانی باشه که در طبیعت وجود داره. همین محبته که انسان رو میکشه میبره به اصطلاح میدان جهاد و در اونجا میبینیم که طرف شهید میشه، تیکه تیکه میشه و لبخند بر لبانش هست. بعدش میره حتی بهشت، در اونجا از شوق این شهادت و این لذتی که برد تیکه تیکه شده
خب میگه که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ای کاش من برگردم به مردمم بگم که چه خبره، بازم اگر 100 تا جان داشته باشم حتی 100 تا جانم همینطوری هم از دست بدم. این محبتی هست که اصلا یک در اوجش اصلا انسان قاطی میشه. در اوج محبت میبینیم که طرف گریه میکنه و جالب اینجاست که ما 2 تا گریه داریم، 2 تا چشم داریم، یه اشک. اما همین اشک 2 شیوه داره. یه وقت میبینیم که اشک 2 مدله. یه وقت اشک شادی هست که گناه ها رو چیکار میکنه؟ سرد میکنه، خنک میکنه. اشک سردی. یه وقت اشک غم و اندوه هست که چیکار میکنه؟ گرم میکنه. حالا این محبت، ریشه زبانی این محبت استاد سلیمانی عزیز چیه؟ حب. شما حالا بینندگان عزیزم دستاتون این تو بگیرین، دستاتون این رو بگیرین. الان تو این دستت بگو که همون حب باشه، حرف اوله. خب بگو تو دستت چه احساس کردی؟ گرم شد. حالا تو این دستت فوت کردی. حالا تو این دستت فوت کن. چی شد؟ سرد. یعنی حتی طبیعت انسان با محبت واکنش نشون میده. این محبت گرمی داره، لطافت داره، صمیمیت داره. درسته که هوایی که از دهن برمیاد اما گرمه، هوای معمولی سرده. اینه محبت. محبت اصلا یه رابطه ای هست بسیار مقدس که هرچه این رابطه در فضای خانواده اون قدسیتش رو ما حفظ کنیم، به همون اندازه این تار و پود خانواده و عشقش ناگسیختنی تر و محکمتر میشه. و این جالب اینجاست که ما وقتی میخوایم که محبت رو ابراز بکنیم و داشته باشیم، کلید این محبت و عشق دست خودمونه. اونقدر در خانواده ما عشق و محبت زیاد میشه به اون اندازه‌ای که ما تصمیم بگیریم و بخوایم که وجود داشته باشه. یعنی آغاز محبت از خود ماست. آغازش از ماست، استمرارش هم دست ماست، اما یک به هر حال فن و فوتایی داره دیگه. یعنی میخواید بفرمایید که محبت یک رابطه یک طرفه است بیشتر تا که رابطه 2 طرفه باشه. دقیقاً. محبت رو من فرد میسازم، چقدرش میسازم؟ اونقدر که بخوام. خمیرش دست منه. یعنی محبت یک بده بستون نیست که چون اون محبت کنه من محبت میکنم، نکنه نمیکنم. دقیقاً. من خودم میخوام، وقتی هم که میخوام این رابطه ایجاد میشه. دقیقاً. اصلاً خداوند متعال قانون برای ما میذاره. فاذا الذی بینک و بینه عداوة، قبلش چی بود؟ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. فاذا الذی بینک و بینه ادفع بالتي هی احسن. ادفع بالتي هی احسن. بدی و نیکی برابر نیستن. بدی رو با بهترین پاسخ بده. ادفع بالتي هی احسن. به علاوه فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی مساوی است حمیم. کأنه ولی حمیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خوبی کردید با دشمن، نتیجهش چی میشه؟ دشمن میشه دوست جونجونی. حمیم، خیلی گرم. گرمی محبت. اگر شما خوبی کردی با کسی که باش دشمنید، نتیجه این میشه، این معادل هست، نتیجه این میشه که اون میشه دوست صمیمی شما. یک دوست عادی هم نه، یعنی دوست خیلی صمیمی میشه. کی دشمن؟ این قانون الهی است. طرف میاد میگه که بابا من بهش محبت میکنم آخه، اما از سوء استفاده میکنه. جنبه نداره، امکان نداره. این یه قانون.
به من بگو که نمیدونم تو آسمون ستاره مریخ خورد به ستاره نمیدونم چی ماه کلش چی شد به سلام با خورشید کلا پا شد فلان، باور میکنم. در طبیعت یه قانون طبیعی به هم ریخت، یه معادله گردشی بود به هم ریخت، یک سبب ایجاد شد، یه معادله جدید ایجاد شد. اما به من بگو که آقا من محبت کردم با دشمن صمیمی نشد، امکان نداره اینو باورش کنم. مشکل کجاست؟ این یه معادله است، یه چیزیه که خدا داره به ما میگه. احیانا جناب دکتر محبت هست، یعنی ما میبینیم واقعا طرف داره محبت میکنه، یعنی الان چیزی که به هر حال به اسم محبت میشناسه داره انجام میده ولی نتیجه نمیگیره. معادله چی بود؟ ادفع بالتی هی احسن. من ادفع بالتی هی احسن دارم میکنم، من صمیمیت خودم رو ابراز میکنم، خوبی دارم میکنم، اون هم دشمنم نیست، عزیزی هست. خب یعنی رتبه عداوت و دشمنیش کمتره. با این وجود طرف دوم معادله نتیجه نمیده. پس این دلیل بر این است که طرف اول داره میلنگه، محبت رو نفهمیده. ادفع بالتی احسن دروغه. اینجا ما از ته دل و قلبمون داریم خوبی نمی کنیم. ببینید یه خوبی هست که من این رو انجام میدم، باید خوبی رو طوری انجام داد که ازش لذت ببری، احساس سعادت بکنی. یه خوبی هست که من انجام میدم که مجبورم. همیشه شما وقتی که نیازمند کسی باشید، مجبور باشید، از چشش میفتی. کسی که بی اصطلاح میاد پیش شما و هی خودش رو به شما میمالونه که آقا این چیزو میخوام، نیاز داره، یه بار دو بار تحملش میکنی، بعدش خورد میشه. خب حالا اگر این شخص این محبت رو ابراز میکنه بر مبنای چی؟ بر مبنای عشق و علاقه، احساس سعادت. چه وقت احساس سعادت میکنه؟ آقا من مجبورم این زندگیم رو ادامه بدم، 2 تا بچه دارم آخه. اگه من ازش طلاق بگیرم وضع خانوادگی به هم میخوره، اگه من ازش جدا بشم پدر و مادرم ناراحت میشن. پس من این رو دارم انجام میدم از باب چی؟ از باب نیاز. و این اجبارم، من مجبورم. الان چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اولش که من این کار رو با اکراه میکنم، لذت نمیبرم، هیچی، احساس میکنم من بردم، زورکی داره به من تحمیل میشه. این یه زندانی در فضای زندان اعمال شاق انجام میده. دقیقاً. خب و احساس سعادت هم نمی کنم. اما اگر من اومدم این رو فقط و فقط به خاطر اون عهد و پیمانی که با خدا بستم تو سفره عقد، که گفتم خدایا من قسم غلیظ، پیمان غلیظ بود دیگه، میثاقا غلیظا. بله. من بر مبنای اون عهد و پیمانی که اونجا امضا کردم، خدای من این طرف رو خوشبختش میکنم. تو سری میزنه بزنه، بد و ویرا میگه، لذت میبرم از بد و ویراش. چرا؟ چون که من دارم کار خودم رو انجام میدم، وظیفه خودم رو انجام میدم، خودم رو راضی نگه میدارم. حکایت اون پرستار و مریضه است. دقیقاً. وقتی که به عنوان پرستار یک جای ثبت نام میکنن در یک بیمارستانی، یعنی میپذیره که من تمام مشکلات و سختی ها و مصیبت ها و اون برخوردهای نامناسب مریض احیانا رو تحمل میکنم چون پرستارم. دقیقاً. ولی لذتم میبره. الان ما بخوایم محبت رو معرفی کنیم در فضای خونه، اینه محبت. یه مثلث 3 تا ضلع داره. یه مثلث با 3 تا ضلع. این مثل اون کله اون تیرایی که تو این عکس‌ها میکشن میره تو این قلبه اون کلهشه. این اصل محبت. اصل محبت اینجوریه دیگه. و تیز باشه بره تو. این محبت ببینید چی داره؟ 3 تا ضلع داره. بله. یک ضلعش احساس به مسئولیته. مسئولیت چی؟ احساس به مسئولیت اینی که من در قبال این زندگی مسئولم. پیامبر خدا به ما چه فرمودن؟ کلکم راع
و کلکم مسئول. مسئول عن رعیت. همه شما مسئولید، مدیرید بدون استثناء. هر یکی از شما زیر دستی دارید، برنامه زندگی دارید، یه وظیفه‌ای دارید، در قبال اون وظیفه شما مسئولید. برای توضیح بیشتر که احیانا خانم‌های عزیز نمیخوان بفهمن، حتی مثال هم زدن. والمرأة راعیة فی بیت زوجها. زن در خونه همسرش مسئوله، مدیر داخل خونه. مدیر داخل خونه است. حالا یه ضلعش احساس مسئولیت. احساس مسئولیت. اینو الان ما داریم درباره محبت صحبت میکنیم. یعنی محبت، وقتی که میگیم محبت چند بعد داره که یک بعدش احساس مسئولیته. چرا؟ چون که احیانا ما نمیفهمیم که در این فضا محبت هست. فکر میکنیم که محبت چیه؟ همون بدبستونا و همون بچه بازیایی که قبل از عقل انجام میدادیم، یه چشمک بزن، نمیدونم آخ دوست دارم، بوس میزنی تو هوا، قلبی براش میپره، تو مسیج واتساپ میزنی پاپ پاک میکنه. فکر میکنیم محبت اینه. I love you. الان دیگه I love you و I love you تو نیست دیگه. خب فکر میکنیم محبت کمرنگ شده. حالا میخوایم ببینیم بعد محبت، یک محبت واقعی در یک زندگی مشترک چه موقع ایجاد میشه، چه شوری هست، چه ابعادی داره. معناش چیه تا بتونیم تلاش کنیم ایجادش کنیم. الان مثلا اولین شعور به مسئولیته. در خانواده‌ای که میبینیم مادر میاد میبینه که اتاق به هم ریخته است، اتاق رو مرتب میکنه، آشپزخونه رو مرتب میکنه، بچه ها رو درسشون، مشقشون، نمیدونم خوابید نخوابید، لحاف روشه نیست فلان، این کارا رو میکنه. اینا علامت چی هست؟ محبت. علامت عشق، محبت. این شوهرش رو دوست داره و الا همه این کارا رو نمیکرد، این احساس مسئولیت رو نمیکرد. خب شوهر از بیرون میاد، بعضی خانم ها چون این مفهوم رو درک نکردن، اگر از بیرون اومد گفت آی الهی فدات شم، چند ساعتی که من سر کار بودم اصلا نتونستم کار کنم، جلوی چشام نبودی، نمیدونم آی لاو یو. خب اگه این کارو نکرد فکر میکنن خب منو دوست نداره. اما میبینیم شوهر چی کار میکنه؟ اول که میاد قبل از این که آی لاو یوی بگه، قبل از این که حتی سلام اول پرسی هم بکنه. بعضیا اینطوری هست. طبیعت. خب طبیعتش اینجوریه. میاد میگه که بچه‌ها چرا لامپای اضافی رو خاموش نکردین؟ آب تو باغچه باز گذاشته بودید، همه جا را آب گرفته. خب چرا در خونه باز بود؟ چرا فلان؟ چرا این چی داره؟ احساس مسئولیت میکنه. فلانی کو؟ درساشو خونده؟ خانم شما کارات تموم شد؟ این پرسش و پاسخ و اینا یعنی چی؟ یعنی یک ضلع این محبت رو دارش بعدش پررنگه، احساس مسئولیت داره. بله. خب یه ضلع دیگهش چی هست؟ وابستگی هست که این وابسته به همه. وابستگی یعنی چی؟ یعنی یک علاقه و رابطه‌ای که بین این زوجین هست. این همون بی تو هرگز. بی تو هرگز. و با تو همیشه دیگه. الان که ازدواج کردن دیگه همیشه دیگه، اما قبلش بعضی وقتا میگفتم با تو بابام نمیذاره. خب این وابستگی که ایجاد میشه که هر یکی در فقدان دیگری احساس میکنه که نصفش رو گم کرده، احساس کمبود میکنه. یک وابستگی روحی داره، یک وابستگی عاطفی. گیر اومد، تلفن نکرد، هر روز ساعت 10 تلفن میکرد، یه پیام میفرستاد، اگه مشغول میبود توی اجتماع میبود یه چیزی میفرستاد. خب 5 دقیقه شده هنوز نیومده. این یک عادت یا یک محبت جناب دکتر؟ این نه، این یه ضلع این محبته. این به اصطلاح مثلث اسمش محبت. بعضیا میگن این به خاطر اینکه ما عادت کردیم، خیلی باش بودیم، آدم با همکلاسیش هم بعضی وقتا میشینه، نمیدونم با همکارش هم میشینه، حتی نمیدونم چرا نگران اون هست، نگران دیگران نیست. رو هر روز مثلا تو راه میبینی، یه روز نمیبینه، میگه کوچی شد.
یک وابستگی به ایجاد شده. پس اینم یک نوعی یک از نوعی محبت از محبته، ولی اینکه به شکل عادت در اومده اون محبته. اصلا از کجا اومد؟ همین احساس نگرانی کردن. اما یه وقتی میشه که این وابستگی اونقدر شدید میشه که به یک بیماری تبدیل میشه. بیا جمعش کن. که چی؟ وقتی که میاد میگه که اگر فلانی بود من هستم، اگر نبود یا فلانی یا خودکشی. اگر نمیدونم فلانی که به اصطلاح میخواست که باشه ازدواج کرد، تا دید که اون ازدواج کرد دیوونه میشه دیگه، تا آخر عمر زندگی تا آخر عمر ازدواج نمیکنم، فلان میکنم. این چیه؟ این یه وابستگیه که استاد سلیمانی عزیز این رو فقط میشه اسمش رو گذاشت عبادت. یعنی این میاد به حدی میشه که اسمش رو میشه گذاریم در بین انسانها با هم دیگه بگیم که آقا این طرف رو معبود خودش میدونه، این داره به این شرک میکنه. یعنی مشکل داره این اساس، این بیماری است. خب این اصلا زندگیش رو فرج میکنه. خب دوست داره. یعنی آیا خود این احساس دوست داشتن و محبت جرمه؟ اصلا این جزئی اصلا وابستگی یه ضلع از سه ضلع محبت، این جزء مهمی از محبت است. این نباشه مثلث تشکل پیدا نمیکنه. خب پس چرا مشکل پیدا میکنه؟ مشکل وقتی که از حدش میگذره، وقتی که کل زندگی مفلوج میشه، وقتی که انسان دیگه عقلش رو میذاره کنار. ببینید یعنی کل زندگی مدارش میشه این شخص. میبینید ما یک انسان هستیم، یه توازن داریم. ابعاد وجودی ما از بالاتر از ما شروع میشه. مرحله بالاتر از ما مرحله روحانیات هست که ما با خدامون هستیم، عبادت میکنیم. اما این مرحله روحانیات چسبیده به چی؟ به سرمون، جای عقل. این قسمت مرحله عقلی ماست که ما با عقل و درایت خودمون این روحانیاتمون رو پر رونق میکنیم، با عقلمون خدامون رو میشناسیم. اینجا گیرنده است از این فضای بالا. بعد از این که میایم پایینتر، این مرحله احساسات هست. وقتی که این احساسات باید از اینجا مدیریت بشه دیگه. بله. عقل اول، احساسات دوم. یعنی خود ما، یعنی هر انسانی که من دوستش دارم معناش این نیست که میتونه همسر من باشه. نه دیگه، تنها دوست داشتن مهم نیست. مگه ما دوستای خیلی زیاد نداریم؟ یه تاجر دوستای خیلی زیاد نداره؟ چرا؟ هر دوستش میتونه شریک تجارتش باشه؟ نه. میاد میگه که تو منو دوست داری؟ شریکم کن. میگه بله من تو رو دوست دارم، اما این برای تجارت یه مسائل دیگه هم نیاز هست. اون یک مجال دیگه است، یک میدان دیگه است. تو این میدان شما مناسب نیستی، ببخشید. پس هر کسی که من بهش تمایل پیدا کردم قرار نیست که زن من بشه. هر کسی هم که انسان دوست داره نباید باشه ازدواج کنه. دقیقاً. چرا؟ چون این مرحله عاطفه است، این منطقه عاطفه است، احساسات. این منطقه عاطفه در دخترها خیلی پررنگتر میشه تا جایی که عقل رو تحت شعاع قرار میده. یک انفعالی به وجود میاد. اصلا در انفعالات عقل بین 70 تا 90% احیانا از کار میفته. یعنی در وقتی که انسان خیلی تحت شعاع قرار میگیره، وقتی که انسان خیلی تحت شعاع مثلا عصبانیت هست، عقلش کار نمیکنه، یک تصرفاتی میکنه که بعداً 2 دقیقه بعد پشیمون میشه و به سرش میزنه چه غلطی کردن. طرفو کشتن. خیلی خوشحال باشه، چه خیلی ناراحت باشه، چه خیلی یا به اصطلاح اضطراب داره، یک نوع شهوتی داره که تعادلش به هم خورده. تعادل روحی نداره، تعادل عقلی هم نداره، عقلش کار نمیکنه. اونم تابع این احساسات غالب میشه. همینه که بعضی از دخترها میگن فلانی اگر فلانی شد و الا من خودمو میکشم و فلان میکنم. البته جناب دکتر پسرا بیشترن الان. پسرا از این باز بدترن. باز مرحله پایینتر از مثلا ناف که این مرحله غرایز باشه، این در پسرها پررنگتره. خب اونو هدفشون شکار بیشتر، شکارچیان بیشتر. خب الان این به اصطلاح مرحله به خواستیم بگیم که قضیه به اصطلاح وابستگی باید
کنترل بشه که این وابستگی حد و حدود خودش رو داشته باشه. حالا توی بحث زندگی زناشویی چی جناب دکتر؟ الان زن و شوهر خب آیا برای این وابستگی روحی بین زن و شوهر یک حد و مرزی هست؟ خب حالا قبلش ما میگفتیم مثالی که شما اشاره فرمودید به قبل از ازدواج بود. خب کسی نرسید دیگه، بالاخره عقلم حکم میکنه وقتی نرسید دیگه زندگی تو تعطیل نکنی. حالا اگر قیامت رفتی بهشت و یادت مونده بود همچنان از الله تعالی خواستی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، حداقل خودشو بهت نده کپی برابر اسبت میده دیگه اگر یادت مونده بوده حورای بهشتی رو ببینی و یادت نره. اما در زندگی زناشویی بین زن و شوهر آیا این وابستگی یک محدوده‌ای داره اینجا یا نه؟ اینجا باز فرق میکنه مقداری با قبلش. حتی در زندگی زناشویی باید اون شخصیت ها وجود داشته باشه. یعنی ما در زندگیشان برای استقرار یک زندگی مشترک یکی از ارکانش اینه که دو طرف احساسی وجود بکنن. یعنی مرد احساس بکنه که من هم مرد این خانواده هستم، من شوهرم. زن احساس بکنه که من همسر این خانه هستم. نه اینکه زن بشه مرد، مرد بشه زن. دوتا با همن، لباس همدیگن، دو نیمه سیبند که به هم وصل شدن. با این وجود هر یکی اون شخصیت خودش رو حفظ میکنه. این وابستگی باید در این محدوده باشه. یک نوع رابطه عمیق، یک نوع محبتی که بسیار یک سلعه به هر حال. یک سوم محبت وابستگیه، اما نباید از این یک سوم بیشتر بشه. پس یک ذره شد احساس مسئولیت، یکی هم وابستگی. سومیش خب چرا ازدواج کردن؟ اون چیزی که انگیزه‌ای که مثلا اینا رو به ازدواج کشوند و این همه زحمت رو تحمل کردند و این همه دردسرا رو به جون خریدن، اون روابط غریزی طبیعی هست، روابط عاشقانه عاطفی هست. اون جای فرزنددار شدن و به اصطلاح نزدیکی جسمانی و فلان اینا. خب الان یه موردی پیش میاد که این سه ضلع در کل افراد به یک شیوه نیست. یعنی یک مثلث متساوی الاضلاع نیست. یه وقتی میشه که میبینیم که خانم احساس مسئولیت یا نداره یا یه خیلی کمتره، یا آقا یا نمیدونم این حس وابستگی فهم و درکش در خانم غیر از اون چیزی که آقا میفهمه. برداشت خانم اینه که دیگه مال منه، باید پیش من باشه. چرا میره نمیدونم تو با دوستاش میگرده و نمیدونم رفته پیکنیک و منو نبرده و نمیدونم فلان و از این حرفا. شب چرا دیر میای خونه؟ چرا زود میری بیرون؟ چرا با رفیقات میگردی؟ چرا تلفن‌های منو جواب نمیدی؟ اینجا چی هست؟ چرا؟ اینجا مسئولیت هست. اما شیوه برداشت اون وابستگی، یا خانم وابستگیش پررنگه، آقا وابستگیش کمرنگ تره. یا اصلا آقا این احساس به وابستگی رو این ضلع نداره، کلا یه ضلعش گمه. پرت یعنی؟ میشه. اگه میشه مرد به خانمش وابستگی نداشته باشه میشه. چه وقتی که به اصطلاح در بین اینا این سنگایی که گذاشتن متساوی نباشن، یه چیزی که به اصطلاح افراد رو به هم جمع میکنه یک نوع شباهت هاست، یک نوع اشتراکاتی به هم جمع میکنه. این همکارم بود، تو دانشگاه بود، نمیدونم تو محیط بود، به هر حال یک نوع شباهتی داشتیم. از به اصطلاح موقعیت اجتماعی فلان برخورداره، از مال و ثروت برخورداره، نمیدونم از چیزی، یه وابستگی، یک اشتراکاتی بود، اینا رو به هم جمع کرد. خب اما خب این کافی نیست. نه. یک موارد دیگه این هست، یک گوناگونی هایی هست که این محبت رو عمیق‌تر میکنه. وقتی که مرد یک ویژگی هایی که در خودش نیست در خانمش اونا رو کشف میکنه، خانم یک ویژگی هایی که در خودش نیست در آقا کشف میکنه. نه مکمل و متمم هم میشن. خب اما یه چیزی هست که به اصطلاح این وابستگی ها رو کم میکنه. وقتی که میبینه که این زن نسخه خودمه، فتوکپی من. خب آدم از خودش خسته میشه. آدم چقدر تو آینه خودش رو نگاه میکنه؟ بنظیر که فقط خودش رو نیاز داشته باشه، آرایش بکنه. و یه مورد دیگه هم که اینه که یکی از این اضلاع در طرف دیگه گم است. مثلا آقایون شعور
آقای خانه شعور به مسئولیتش خیلی بالاست. در مقابل زن خانه اصلا تربیت نشده بر شعور به مسئولیت. ولی تو خونه اصلا نه انگار که خونه ای هست و ایشون همسر اون خونه است. وابستگیش ذلش کامله، بیشتر از حد، بیشتره. روابط عاشقانه بیسته. مونده این ذل. مثلا مثلا زاویه است فقط. خب اون وقت چی میشه؟ اون همین مسائله که باعث میشه شوهر بپره. شوهر که میره سر کار میبینه یک همکاری داره، این همکار در شعور به مسئولیت نمونه است. سر وقت میاد، نمیدونم سر وقت میره، کارشو بهترین میکنه، فلان میکنه. این چون خود مرد این ذل او داره و دنبال این ذله، میخواد این ذل شبیه اشتراک خودش رو پیدا کنه. اینو در یه زن دیگه دید که من عاشق شدم. الان نمیدونه که آیا این زن دومی که مثلا عاشق شد در ذل وابستگی چطوریه، در ذل که به اصطلاح غرایز چطوریه. میاد زن دوم رو میبینیم که کسی میره یه زنی میگیره که 250 درجه از زن اولش از نظر جمال و کمال کمتره. چرا؟ چون که این ذلئی که داشت، ذل احساس مسئولیتی که دنبالش بود رو اونجا دید. بعدش دید که آقا این مشکلش با تو وابستگی هست، مشکلش تو غرایز هست. اینه که هر یکی از همسران باید اولا بدونن که آیا مثلث متضافی الاضلاع هستن یا نیستن و طرف مقابلشون کدوم ذلش درازتره، کدومش کمتره، به اصطلاح کوتاه‌تره. خب این شناخت چه کمکی میکنه؟ این چه کمکی میکنه؟ الان به اصطلاح خانم فهمید که به اصطلاح شوهرش احساس به مسئولیت زیاد داره اما خودش در این زمینه کمه. خود خانم چی کار میکنه؟ میاد این قسمت رو یک خطکشی میذاره تو خودش، هی ذل خودش رو پررنگ میکنه. میاد این شعور به مسئولیت رو در خودش رشد میده. خانم احساس کرد که شوهرش به اصطلاح در مسائل به اصطلاح در قضایای عاطفی، رابطه عاشقانه عاطفی خیلی پررنگ هست یا کم رنگه. میاد این قسمت رو خودش رو با شوهرش وفق میده. اون رو در پی درمانش میشه بدون اینکه سرکوفتش بزنه، بدون اینکه به اصطلاح حرفش رو به بیرون درز بده، بدون اینکه کوتاهیایی که داره اون رو دنبال راه درمانی میشه. یک تعادل به وجود میاد. یا دید که مثلا در قضیه وابستگی خب میبینه که آقا وابستگی به اون مفهومی که من درک کردم اینطوری نیست، باید یه مفهوم دیگه وجود داشته باشه. اینه که ما وقتی میخوایم یک خانواده مستقر داشته باشیم، یک خانواده‌ای که به اصطلاح شوهر ازش نپره، زن احساس نکنه که به اصطلاح طرد شده، اینه که باید 3 رکن رو بازی مثلث دیگه رو داشته باشیم. کلاس ریاضیات درست کردید جناب دکتر. چیکار کنیم؟ محبت رو ریختید تو ریاضیات هم میشه. الان این مثلث دیگه چیه؟ یکی اینه که این طرف چرا ازدواج کرد، مرد به خصوص، اشباع غرایز طبیعیش. برای مردا این مهمه. هم برای خانم‌ها مهمه. طبیعتا برای مردا شاید پررنگ‌تر هم باشه. برای مردا پررنگ‌تره، دقیقاً پررنگ‌تره، چون اصلا مرد کل تصرفاتش به این سو بیشتر گرایش داره. بله. بعد اینکه خب این غرایز به وجود اومد، الان هر یک از طرفین باید احساس وجود بکنن که من در این خانواده شخصیت دارم، شخصیت من شخصیت شوهره. خانم هم احساس بکنه که شخصیتش شخصیت زنه. این ذل به وجود اومد، 2 تا ذل دوم طبیعتا دیگه حالا تشکل پیدا شده. پس یعنی ذل احساس مسئولیت، ذل اشباع غرایز جنسی و طبیعی، وجود به اصطلاح احساس شخصیت و وجود، که بعد از این چی میاد؟ آرامش و مودت و رحمت در این خانواده به وجود میاد. این یک خانواده به اصطلاح مثلث به اصطلاح اضلاعش متعادل هست و میتونه یه زندگی
مستقر رو داشته باشه. پس اگر بخوام خلاصه بکنم این مبحث رو، یعنی من اینجوری برداشت کردم، حالا اگر جای اشتباه بود شما اصلاح بفرمایید، که وقتی صحبت از محبت میکنیم بین زن و شوهر، یعنی بعد کسی که میخواد بیاد ببینه که آیا واقعا نسبت به همسر خودش محبت داره یا نه، باید ببینه که آیا اولا احساس مسئولیت نسبت به او داره یا نه، آیا موضوع بحث وابستگیش نسبت به اون آیا به هر حال در حدی هست که قابل قبول باشه و خالی از افراط و تفرید، و موضوع سوم هم در بعد رابطه عاطفی جسمیشون چه حد رابطه‌ای دارن، در تعادل هستن یا نه. اگر این سه مبحث رو احساس کرد میتونیم تشخیص بدیم که این شخص محبتش کامله، این خانواده پر از محبتی هست. و اگر اون موقع ما بیایم بگیم که محبت اصلا کلا وقتی صحبت از محبت میشه، یعنی هر سه بعد رو ما باید مد نظر قرار بدیم. نه فقط یک بعدش رو که بحث بعد رابطه حالا یا عاطفی کلامی قولی و جسمی باشه، یا اینکه فقط موضوع بحث وابستگی من باشه، چون من عاشقشم بدون اون نمیذارم زندگی کنم پس حتما محبت دارم بهش ولی مسئولیت ندارم نسبت به اون. پس هر سه این موارد رو وقتی من داشتم میتونم احساس بکنم که محبت دارم، و این محبت رو که داشتم اون موقع میتونم انتظار داشته باشم که اگر اون دشمنی هم با من بکنی یک روزی دوست صمیمی من خواهد. دقیقاً. و این فضای این خانواده یه فضای متعادلی هست، فضای پر عشقی هست. الان دیگران از هر چی بگن، حالا تلویزیون و نمیدونم رسانه ها و سریال ها هر چی بخوان به ما به صلاح تحمیل بکنن، من این سزل رو نگاه میکنم، این هست، میگم الحمدلله خانواده ما یه خانواده پر از عشق و محبت و صمیمیت هست. آنچه که در سریال هاست که جناب دکتر مثلث که هیچ یک خط راست هم نیست، چند تا نقطه چینه کنار هم. فقط اجازه بدید در مورد شما و بینندگان میام برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ذکر این مورد که عزیزانی که با ما هستید، چه از طریق صفحه فیسبوک که بیننده به صورت زنده بیننده این برنامه هستید و یا از طریق صفحات تلویزیون، میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. حتما در خلال برنامه در وقت بخش پایانی امروز اگر این کلمات بگذاره من صحبت کنم، در بخش پایانی برنامه ان حتما سوالها، نظرها و پیشنهادهای شما عزیزان رو مطرح خواهیم کرد. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جزاکم الله خیر. سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره رفتار با زنان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. در صحیح بخاری حدیث شماره 5185 و صحیح مسلم حدیث شماره 1468 ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد نباید همسایه خود را اذیت نماید و شما را به نیکوکاری و خوشرفتاری با زنان سفارش می نمایم، زیرا زنها از دنده سینه خلق شده اند و کجترین قسمت دنده طرف بالای آن است. اگر بخواهی آن را راست نمایی شکسته می شود، اگر آن را رها کنی همینطور به صورت کج باقی می ماند. پس سفارش و توصیه مرا در مورد نیکی و خوشرفتاری با زنان قبول کنید. شوهر باید بداند که زن خصوصیات و صفات و اخلاق مخصوص به خود را دارد که در بسیاری از موارد
با خصوصیات مرد هماهنگی کامل ندارد و چنانچه صبر و مدارا در بین نباشد زندگی به جهنم تبدیل می شود یا به جدایی می انجامد. دعای همبستری. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شیطان ابدا. در صحیح بخاری حدیث شماره 5165 ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر شخص هنگام همبستری با همسرش بگوید اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، یعنی به نام الله، الهی شیطان را از ما و از آنچه به ما عنایت می‌کنی دور نگهدار. اگر از آن همبستری الله متعال فرزندی به او عطا کند هیچ شیطانی نمی‌تواند به او ضرری برساند. حرام است که زن خود را در اختیار شوهرش قرار ندهد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. در صحیح بخاری حدیث شماره 5194 از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر شبی که زن از بستر شوهرش دوری کند و خود را در اختیار او قرار ندهد فرشتگان همچنان او را لعنت می کنند تا اینکه به بسترش بازگردد. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان در خدمت شما هستیم با بررسی موضوع محبت در بین زن و مرد. نمیدونم همین نوشتن دوستان زنیوس یا عنوان دیگری، محتوای کلام همین هست. ما درباره محبت و معنای حقیقی محبت در بین رابطه زناشویی، در بین زن و شوهر و همسر، دو همسر با هم صحبت میکنیم. جناب دکتر برای تقریب معنا مثال زدن مثلثی رو که اگر بخوایم محبت رو توصیف بکنیم زوایای یک مثلث هست که 3 ضلع داره که هر کدوم از اینها برای تکمیل این معنای حقیقی در داخل کانون خانواده مورد نیاز ماست که اولیش رو اشاره فرمودن که احساس مسئولیت و دومین موضوع وابستگی متقابل به یکدیگر بدون از افراط و تفرید و
موضوع سوم هم رابطه عاطفی و رابطه به هر حال عاطفی رفتاری روحی و جسمانی است که یکی از ارکان مهم ازدواج به شمار میاد. این سه تا به هر حال من که امشب باید برگردیم خونه بشینیم دیگه به حساب کتاب بکنم ببینم این محبت رو دارم یا ندارم. عزیزانم که حتما در فاصله میان برنامه در کنار استفاده از احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم درباره همسرداری ان شاء الله حتما این سه ضد رو مد نظر قرار خواهند داد. جناب دکتر، گلایه‌ای که خیلی وقت‌ها شنیده میشه اینه که خواهران ما میگن که این حالا بگیم مثلث عشق، مربع عشق، دایره عشق، حالا این قلب عشقی و محبت قبل از ازدواج خیلی پررنگ بود. از سزر که چی اصلا کلا از لا داشت و 8 ضلعی و 9 ضلعی هم میشد. الان بعد از ازدواج احساس میکنیم که خیلی سرد شده، شوهرم اون محبت قبلی رو نداره. اوایل زندگی خیلی منو تحویل میگرفت توی رفتارش، توی گفتارش، توی محبت کردنهاش، توی پیام نوشتنهاش، توی لبخندهاش، توی خبرگیریهاش، توی غافلگیری هایی که انجام میداد، توی شاخ گل هایی که برای من، حالا ولی اینکه اگر طبیعیشو نمیفرستاد حداقل واتساپیشه که برای من میفرستاد و یه جوکی میفرستاد. بعضی وقتا 2-3 شب زنگ میزد، من از خواب بیدار میکرد، مزاحم میشد. ولی الان دیگه خیلی خشک شده، بی‌ذوق شده، نچسب شده. قبلا خیلی رابطهش چسبانتر بود و الان خیلی بیمزه شده، بی‌نمک شده. عشقمون سرد شده. خلاصه کلام این تعبیر تا چه حدی درست است؟ آیا واقعا این خیلی از خواهران این رو میگن که مرد من قبل از ازدواج خیلی مهربون تر بود، الان کمی خشن شده. این تعبیر تا چه حدی درست است و آیا حتما الزاما بعد اون رابطه اون شکلی که قبل از ازدواج بوده بعد از ازدواج هم به این شکل استمرار پیدا بکنه تا بگیم واقعا اون محبت استمرار داره یا نه شکل دیگری پیدا میکنه بعد ازدواج؟ اصلا در خورجین محبت ما عشقهای زیاد داریم. حالا چرا خورجین؟ حالا نمیشه چیز دیگه بگید که محبت یعنی محبت روی هر کسی یه خورجین بزرگیه. خب خورجین رو می‌نازن روی نه یه خورجینایی بود که باز روی البته موتورسیکلت هم دارن. اون قدیمات موتور هوندا الان دو تا 125 خورجین این طرف اون طرفش داره. این به اصطلاح حالا خورجین نگیم بگیم آقا صندوقچه، اصلا بگیم گاو صندوق. خب یه حیوانی باید باشه توش اسمش بالاخره. مهم اینه که این توش انواع عشق هست. عشق عاطفی هست، عشق رومانسی هست، عشق شدید هست، عشق نمیدونم نرمش هست، عشق منبع شاعرانه هست و عشق هست. عشق منبع داره یعنی ما اینجور تصور میکنیم. اما من گفتم که مثلا ما مثلث داریم. اگر این گفته‌ای که شما از برخی از خانم ها به اصطلاح روایت کردید اگر این درست باشه من مجبور میشم این مثلث رو مچالش کنم. چرا؟ این به هیچ عنوان نمیتونه درست باشه. چه بود؟ این حرفی که این خانم ها میزنند برگرفته از چه است؟ برگرفته از قبل از دوران مسئولیت است. یه وابستگی بود که این وابستگی عنصر فعالش در آقایون غریزه بود. غریزه آقا رو شارژ میکرد که می اومد به اصطلاح به طرف وابستگی، هی زنگ میزد، هی پاال و پرسان میکرد، میخواد به یک هدفی برسه. الان خانم هم یه غریزه دیگه داشت. غریزه اینی که به اصطلاح زندگی شکل بگیره، بتونه به تشکیل خانواده بده، بتونه فردا مادر بشه. بله. این غرایز این دوتا رو به هم وابسته کرده. اون وقت فقط یه ضلع داشت، فقط تنها یه خط مستقیم بود که این خط مستقیم به اصطلاح بنا به غرایز این نقطه های کنار هم جمع می شدن، این به وجود می اومد. اون وقت که اینو دیده بودن فکر می کردن که چی؟ همون حکایت به اصطلاح سر خروس که طرف نابینا بود،
تا سر خروس چشش باز شد سر خروس رو دید، فکر میکنه که زندگی سر خروسه. قصه ای میارن که طرفی نابینا بود، مادرزاد، یه چشاش واو شد، نشسته بود از کنار یه خروسی داره، حالا رد شدن بود، همین سر خروسه رو دید. خروس بعد دوباره نابینا شد. بعد دیگه بچه‌هاش هر حرفی میزدن که بابا من میخوایم بریم کو چیه؟ کو سنگای بزرگیه که روی هم گذاشته شده و یه چیز بزرگیه. یعنی مثلا چند برابر سر خروسه؟ هر چیزو با سر خروس قیاس می‌کرد. یه معیار بود. حالا این عزیزان چون که معیارشون این وابستگی بود، یک بود داشت که به هم آقا برسیم. خب رسیدیم. حالا که رسیدیم این مثلث تشکل پیدا کرد. الان دیگه باید احساس مسئولیتی وجود داشته باشه و الا این کشتی چطور میچرخه؟ رو آب میره. قبلا این رابطه دیگه بود، شکل دیگه داشت، الان یک رابطه دیگه به شکل دیگه است. بعدش هم اصلا ما در ازدواج چیکار کردیم؟ آوردیم دختر خانومی که وقتی مادر اومد وصفش کرد گفت چیه؟ مثل چیه؟ مثل ماه. این دختر خانومی که از ماه اومده بود، از یک به اصطلاح قاره دیگه، نه، از یک کوکب دیگه اومده بود. خب واسه همینه که بعضی از خانم‌ها رو اسمشون رو میذارن کوکب خانم، بعضی دیگه رو میذارن مهتاب خانم، بعضی رو میذارن ستاره، بعضی چون که از اونجا اومدن. خب یعنی ما دو شخص رو از دو ارزشمندن، آسمون ارزشمند جای خودش، بینش ها متفاوته. زن ها یه عینک دارن که این عینک شیشه های عاطفی احساساتی داره. با این شیشه های عاطفی احساساتی زندگی رو میبینن. عینکاشون عینکای رنگ و رنگه. غالبا هم خانمایی که عینک میزنن سعی میکنن رنگ و رنگ بزنن. آقایون در دید زندگی عینک ندارن، عصا دارن. یعنی آقا وقتی میخواد ابراز عاطفه بکنه که بگه من خیلی دوستت دارم، من واسط میمیرم، من این زندگی برام مهمه، این رو در رفتار آقا ما میتونیم ببینیم، نه در گفتارش. یعنی آقایون نمیگن که من دوستت دارم، عاشقتم، دیوونتم. اگر گفتن اینا چه کار کردن؟ اینا خیلی عاقلن، اینا خانمشون رو خوندن. چه کار میکنن؟ یک کاری رو انجام میدن که رفتارشون هست، اون بیانگر صداقت در عشقشون هست. عشقشون رفتاریه. اگر گفتاری بیان کردن که دوست دارم فلان است، حتی این رفتار گفتاریش اولا دروغه. یعنی چی؟ یعنی اینی که این بیانگر عشق اون نیست، این مراعات طرف مقابله. یعنی این ادبیات عاشقانه‌اش این نیست. ادبیات عاشقانه‌اش اینجا رفتاری. به خاطر اینه که طرف مقابل نمیتونه درک کنه، بفهمه، مجبوره که اینو بهش بگه طبق نیاز اون و برای اشباع عاطفه اون. من اینو آوردم خب که ما بخوریمش. خب نوش جانت. اما خب این چی هست؟ چای سبز با زعفران. خب شما اینجا بودید چای سبز با زعفران دیدید، به بیننده‌ای هست از دور میبینه میگه چه شربتی دارن میخورن. اینجا نیاز بود که من بگم این چای سبز با زعفرانه. برای کسی که در میدان نیست، تو فضا نیست، تو باغ نیست. الان طرف میاد میگه که خانم من میمیرم برات، دوستت دارم، عاشقتم. اینو چطور گفت؟ تلفن کرد خانم من تو رام، چیزی نمیخواید؟ همین چیزی نمیخوایم خودش یعنی فداتم، یعنی هلاکتم. دقیقاً. خب همینی که آقا میاد تو خونه میبینه که به اصطلاح میوه تموم شده، سبزی نیست، نمیدونم فلان نیست، هست به اصطلاح وضع حال اقتصادی که داره. بر مبنای همین وضع اقتصادیش واکنش نشون میده، ابراز مسئولیت میکنه. این یعنی عشق بی‌نهایت. خب خانم اگر این مورد رو در آقایون نفهمید، زنی هست که این رو درک نمیکنه، یعنی نمیدونه که آقایون برای
ابراز عشقشون نیاز نیست که حتما با زبانشون صحبت ببخشید. بکنن. خواهش. یعنی اینی که زبانشون رو نمیفهمه. با ادبیات رفتاری همون عشقشون حکایت آشنا نیست. انگوری هست که مولانا میگه که اینم انگور میخواد، اون میگه آقا من عنب میخوام، این میگه من انگور میخوام، به جون هم افتاده بودن، در حالی که هر دوتا یه چیزی دارن میگن، اما زبان هم رو متوجه نشده. دقیقاً. زبان خانم ها چیه؟ این البته به شکل عمومی است، احیانا یک نوع استثناءاتی هست که این استثناءات باز فرهنگیه، فرهنگسازی میشه. خب زبان خانم ها اینه که این ابراز عاطفه‌شون رو یا با زبان میگن، اگه دختر شهری باشن و اینا فدات بشن و شیرین زبان ها و الان دیگه جناب دکتر انقدر این فیلم ها و سریال ها و تلویزیون ها توی این تو غار هم حتی الان دیگه باز مصیبت درست کرده. این فیلم ها و تو این سریال ها تو این کلمات خوب بلدن. آخه این فیلم ها و سریال ها ببین فیلم ها و سریال های ما متاسفانه اینه که اینها بر یک مبنای روانشناسی اجتماعی درست نمیشه. اون کسی که سناریو رو می‌نویسه خودش اصلا مشکلات اخلاقی اخلاقی داره و اصلا مثلا شکل شاید به اصطلاح بینشش زنانه باشه اگه مرده، خب یا خودش اصلا خانم است یک بعدی داره فکر میکنه. خیلی وقتا اصلا این سناریو یک سناریو تجاری فقط به خاطر فروش فیلم، نه به خاطر چیز. اون وقت چی میشه؟ اون وقت این میشه که ما با دو تا خانم در یک خانواده مواجه میشیم که این درد یا زهر هلاهل هست. یعنی اون شخصیتی که تمثیل میشه در فیلم انگار که جفتشون یعنی شخصیتشون زنه، عشقشون مردی نقش بازی کنه. عشق هر دوتا شیوه دیدشون از عشق زنانه است. اون در عالم واقع هیچ وقت این اتفاق نمیفته در بین مردها. اتفاق چی میشه؟ اینه که دو خط موازی در کنار هم حرکت میکنن، هیچ وقت به هم نمیرسن، آخرش از هم جدا میشن. جدا هستن از هم، هیچ وقت به هم نمیرسن. چون اگه جدا میشدن یه جوری میخوردن به هم. چون که این میگه دوست دارم، عاشقتم، اونم میگه دوست دارم تو. حتی به خودشون زحمت نمیدن، میگه I love you، اونم میگه I love you تو. خب منم یه دو روز اینطور میگن، بعد از این که به اصطلاح خسته میشه مرد دیگه طاقتش این رو نداره. زن میتونه با یک قدرت توان بی‌نهایت این کلمه رو هر چه بهش بگی دوست دارم عاشقتم خسته نمیشه. مرد رو یه دوبار گفتی دوست دارم عاشقتم بابا بس دیگه خلاص فهمیدم دوست نکن خودت دیگه. باید به اصطلاح شیوه مرد برای ابراز محبت و عشق چی هست؟ رفتاریه. یعنی خب این شناخت این کمک میکنه این که متوجه بشن دو طرف که چطور با هم رفتار کنن. درسته. یعنی اینی که زن که وقتی میاد به اصطلاح اینو درک میکنه دیگه نمیاد بناله که من قبلا به من میگفت عاشقتم دوست دارم، چرا قبلا این حرفو میزد؟ قبلا اگر میگفت یعنی رفتاران میخواست اینو به شما به دختره نشون بده، دختره که اصلا نمیفهمید. این میشد به اصطلاح چینی حرف میزد، این ژاپنی، به هم نمیرسیدن. اون وقتا جوون به زبان دختر باش حرف میزد. اون وقتا جوون میخواست این دختر رو با زبان خودش چی میخواد، چه تصورش از عشق چیه، از محبت چیه، با اون زبان داشت باش حرف میزد. وقتی که تشکل خانواده بشه، ببین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لم یرا للمتحابین مثل النکاح. برای دو عاشق بهترین چیزی که این دو عاشق رو سیراب میکنه ازدواجه. یعنی چی؟ یعنی این دو طرفی که با هم به هم تمایل پیدا کردن وقتی که ازدواج میکنن عشقشون به کمال میرسه. یعنی بهترین راه حل برای عشق ازدواجه. چرا بعضی فکر میکنن ازدواج پایان عشقه؟ چون که این آقایون مثلث رو یا این خانم ها مثلث رو نمیدونن مثلث چی هست. معنی عشق اصلا نفهمید. دقیقاً. اینه که حالا بعضیا میگن که آقا من ازدواج کردم این شوهرم اصلا احساس نمیکنه من آدمم. بعضیا هستن مثلا حتی عروسا رو میگن گو در بعضی از فرهنگ ها. این گاو نیست ها، این فرشته است. اما تعبیر از فرشته با این الفاظه. وقتی که خانم میاد میگه که مثلا شوهرم منو مثل حیوانات صدا میکنه، میگه هوی هوش. خب
اینجا دیگه ما باید بگردیم دنبال زبان فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی این طرف از چه فرهنگی اومده. یعنی میتونه حتی این تعابیر هم احیانا بیانگر محبت باشه؟ این تعابیر در برخی موارد اوج محبته. یعنی چی این طرف بیاد بشه بشه چطوری گوساله من؟ وقتی که این آقا رو ما میریم دنبالش میگردیم میگیم که آقا تو خانواده پدریت بابات مامانت رو چطور صدا میزد؟ میگه هوی. این پس از اون فرهنگ اومده. یعنی اینی که وقتی ما میایم ازدواج میکنیم با یک فرهنگ دیگه باید این ظرفیت رو داشته باشیم. یعنی باید بدونیم که ریشه های فرهنگی اون فضایی که ما رفتیم داخلش بودیم چجوری هست، برخورداشون، ادبیاتشون، تا این استکاک ها ایجاد نشه برای ما. دوستی داشتیم از کردستان عراق. ایشون ازدواج کرده بود از افغانستان. خب یه همسایه‌ای داشت که همسایه‌اش از کشورهای عربی بود، ازدواج کرده بود با یه خانم پاکستانی. ببینید دو تا اختلاف فرهنگی عمیق هست. اما اختلاف کرد، فرهنگی کردها با افغانها زیاد نیست، کمتره. ایشون مثلا با خانمش خیلی گل بودند و گل میخندیدند و خیلی خوشبخت هم بودند و همیشه هم میومد. آدم خیلی عاقلی بود، میدونست زبان خانم ها چیه. وقتی میومد یه گلی، دسته گلی برای خانمش می آورد. خب این جمع کرده بود بین چی؟ اولا ابراز عشقش با این گل نیست، ابراز عشقش با اون نون و پنیر و وسایلی که گرفته برای نیازهای خانه است. ابراز عشقش با ادای مسئولیته. گل برای چی است؟ گل برای زبان خانم، برآورد کردن احساسات، احترام گذاشتن زبان خانم. یعنی که من میفهمم که چی چیزی رو به صورت عشق میدونیم. عشق من اینجاست، اما این رو شما عشق میدونی، بفرما. خب خیلی خوب بودن. مشکل چی بود؟ مشکل اون خانواده دیگه بود، همسایه‌شون، که اومده بود پیشش میگه بابا من هر چی میخوام برای خانمم ابراز عشق و علاقه بکنم ایشون نمیفهمه. خب شما چه کار میکنی؟ گفت من هر وقت میام به سلام به خانمم میگم به یک گل، دسته گل میدم دستش، خیلی خوشحال میشه، منو بغلم میکشه، به سلام میبوسدم فلان. گفت پس ریشه در دسته گله، به عقل من نرسیده بود. من اومدم زندگی مرفعی براش به صلاح ترتیب دادم، انگار نه انگار. یه شاخه گل مشکل حل میکرد دیگه. یک شاخه گل رفته بود بنده خدا یه بسته گل خریده بود، باغچه رو برداشته بود کنده بود. اومده بود اینجا و خانمه هم در حال غذا درست کردن و به صلاح سیب زمینی پوست کندنه. خب در زد، در رو نکرد. کلید داری؟ در رو کن بیا دیگه. بام کلید منچاره کلید هم گذاشته تو در، رفته اونجا دسته گل با چه احساسات و با چه رسراحی دسته گل. خب بعد خانم میگه این چیه خریدی؟ میگه گله خیلی خوشبوه. آخ بفرمایید. میگه گرفت نگاش کرد، گفت آخ خیلی گلای خوشگلیه. گفت جزاک الله خیرا، خیلی ممنون، دست در نکنه، و شروع کرد به کار خودش. جفت با پرید تو احساس طرف. الان این چیه؟ این نه اینی که این ابراز محبت نکرده، همین جوریه شخص، طبیعتش اینجوریه. این بیانگر اون فرهنگیه که این ازش اومده. در اون فرهنگ یاد گرفته که زبان، چون عشق زبان داره، یکی از زبانهای عشق، یکی از مواردی که بیان عشق میکنه 5 تا مورد است که بهش اشاره میکنه. یکیش خدمتگزاریه. این خانم از فضایی اومده که در اون فضا مادر جانفشانی، ایثار، خدمت، تمام خدمت رو به اصطلاح به همه معانیش ابراز میکرده که بگه که من این زندگی رو براش میمیرم، من عاشق این زندگیم. و همون فداکاری های خودش دیگه بالاترین درجات عشق رو عملی داره نشون میده. نیاز نداره حرف بزنه دیگه، هر حرکتش حرف میزنه، یک دفتر، یک دیوان عشقه. دقیقاً. اما چون این آقا این مفهوم رو، این فرهنگ رو نخونده، نمیدونه، فکر میکنه که اصلا
زنش باش ابراز عاطفه نمیکنه. دقیقاً همون عکس اون چیزی که شما اشاره فرمودید که بعضی از خانم‌ها هم چون این احساسی دارن. آقایون احتمالاً این احساس رو بهش میاد. خیلی وقتا این احساس رو دارن چون که احساس میکنن که چی؟ این زبان مشترک گمه، نمیتونن که با چه هر زبانی همدیگر رو بفهمن. حالا جناب دکتر، آیا خب این یک دغدغه است، این یک احساس ترس، خیلی وقتا شاید این جملاتی که بیان میشه که منو نمیخواد، محبتش کم شده، شاید به خاطر اینه که میترسن که محبت از بین بره. آیا محبت از بین میره اصلا؟ آیا محبتی که واقعا به معنای حقیقی محبت رسیده باشه از بین رفتنی هست؟ ببینید در دنیا هر چیزی که متولد میشه یه روزی میمیره. کل نفس ذائقة الموت. ذائقة الموت. محبت هم یه نفسه. هر چیزی که متولد میشه، این محبت قبلا نبود، به وجود اومد. الان این محبت ما ایم که تصمیم میگیریم این رو زنده نگه داریم یا نه. در به اصطلاح استمرار و روتین محبت، خب ابتدا یک میلانی بود در مدت زمانی از زندگی، ابتدای زندگی 6 ماهه 2 ساله، این اوج گرفت، شد محبت، عشق. خب یه 5-6 سالی گذشت، عادی شد. هر چیزی یه مدتی ازش بگذره کهنه میشه، عادی میشه. خب اینجاست که دیگه کار ماست که این رو همیشه آپدیتش کنیم، همیشه این رو یک نوع تغییر و تحولاتی درش بیاریم که این محبت استمرار داشته باشه. استمرار این محبت چطور میشه؟ یعنی خونه تکونی کنیم به تعبیر ساده تر خودم، بر مبنای بسیار شناخت که من بدونم طرف مقابل مفهوم محبت پیشش چی هست، برداشتش از محبت چیه؟ برداشتش از محبت چیه. بهش نرسیدم ازش بپرسم چه چیزی فکر میکنی که ما خوشبخت‌ترین زوج دنیا هستیم؟ این بپرسیم یعنی چی؟ الان چی رو بپرسیم جواب؟ یعنی من میخوام که ما خوشبخت‌ترین خانواده روی زمین باشیم. فکر میکنیم ما چه کار بکنیم خوشبخت‌ترین خانواده روی زمین میشیم؟ یعنی با همسرش در میون بگذاره که چه احساسات و چه عواطفی، چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید تا این احساس خوشبختی ما بیشتر بشه، تا از زبان اون بفهمه که اون سعادت، خوشبختی و محبت رو در چی میبینه. دقیقاً. آقایی که مثلا سعادت و خوشبختی رو در چی میبینه، خانم سعادت و خوشبختی رو در چی میبینه. وقتی این رو درک کردیم، اون نقصی که طرف مقابل در ما میبینه اون رو بارورش کنیم. ببینید همیشه یه بعضی مسائلی از بعضی از اشتباهاتی هست که آقایون یا خانم‌ها مرتکب میشن، باعث میشه که کانون خانواده کلاً یخ بزنه، برفباری بشه. مثلا یعنی این های محبتی که شما گفتید که اینقدر گرم بود فوت میشه، این فوت میشه، برای سرد کردن چای و آب، گرچه من وجود مثلا وقتی که آقا میاد به اصطلاح به یک بیماری چشم چرانی دچار میشه یا به تماشای فیلم‌های مبتذل و غیره، چی اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که هر چیزی که یعنی عیب‌های دیگران رو در زنش میبینه. این زنی که کمال و جمال و عشق بود باسش، الان این عشق شروع میکنه به ریزش، عشق شروع میکنه پژمرده میشه، میمیره. چرا؟ خیلی عیبا توش میبینه. خب مقایسه میکنه، تصویر ذهنیش روز به روز عوض میشه. اون زنه این چیزو داشت، زنش چرا اینو نداره؟ این کمبودی رو میبینه، اون نقایص رو میبینه. این حالا اینا همش خب شیطان هم که اینجا دیگه بیکار نیست، چتکه گرفته. اون طرف دیگه اگر میمون هم باشه تو چشم این اینقدر زیباش نشون میده، خب شکلش رو گم میکنه، جست و خیزش رو نشون میده. چرا جست و خیز نمیزنه مثل میمونه؟ خب همه اینها باعث میشه که این کانون محبت کمرنگ و کمرنگتر بشه و به سردی بکشه و احیانا هم بمیره. یعنی احتمال داره که در فضای داخل خانواده هم
با وجود مرد و زن در فضای داخل خانواده، اون محبتی که در ابتدا با محبت هم شروع شده، یعنی نه که محبت نداشتن بین خودشون، اما به شکلی پیش رفت به خاطر اشتباهات یا به خاطر عدم شناخت یا به خاطر عدم رعایت به هر حال تفاهم متقابل و درک متقابل و برداشت درست از عشق، که الان می‌بینیم که این روز به روز سرتر شده به تعبیر شما دیگه از بین رفت. دقیقاً اینه که باید هم آقایون هم خانم ها این موضوع رو درک کنن که ما دو انسان کاملا متفاوت هستیم، میخواییم که یک قانون خانوادگی رو بسازیم. هر یکی از این انسان ها در تعبیر قرآنی که هست جدا از هم، هر یکیش یه تنه، دیگری لباسشه. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. خانم ها واسه شما لباسن، یعنی شما اون جسم هستی که روح دارید، جسم دارید، گوشت و پوست دارید، یه جنس دیگه هستید. خانم ها ابریشم این لباس ابریشمی یا لباس شما هستن. برعکس برای خانم ها تصویر همینه که شما یک جسم هستید و این به اصطلاح پوشاک حمایتی شماست. بس درک هم دیگه که نیاز طرف مقابل چی هست، نیاز من چی هست، این کار من نیست. وظیفه من این نیست که طرف مقابل رو بسازم. ساختن طرف مقابل کجاست؟ کجا؟ با ساختن من. لباس زیبا چه وقت زیباست؟ وقتی که به تن صاحبش برابر بیاد. دقیقاً. شما بیایید یک انسان بی نهایت خوشگل زیبا بیایید یه لباس خیلی خیلی عادی رو به تنش بکنید، چی میشه؟ همون لباس عادی قشنگ میشه و مد روز میشه، چون صاحبش قشنگ. یه انسان بسیار زشت این رو بیارید بهترین و زیباترین لباس دنیا رو تنش کنید، چی میشه؟ اون لباس ارزشش رو از دست میده. شما اگر خواستین یه کسی تو بحر تجارت نمیدونم یه علنگویی هست توی یه دکانی که خیلی مد روزه، خب ما میخواییم این دکاندار رو بزنیمش، میریم چیکار میکنیم؟ همین علنگوره رو میخریم، همین عینکه که مد روزه میگیریمش، میذاریم روی چشای یه الاغ، یک عکس میگیریم ازش میندازیم تو فیسبوک. حالا کسی دیگه میره اون عینک رو بخره؟ جرأت نمیکنه. اینجاست که بس زیبایی روی طرف مقابل نیست، وظیفه طرف مقابل نیست، وظیفه منه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تغییر در دست منه. اگر در خانه من عشق نیست، محبت نیست، من مینالم، احترام نیست، تقدیر نیست، اینا همه معانی هست که در محبت هست. ما محبت های گوناگون داریم. وقتی از شما میپرسیم محبت مادر یعنی چی؟ فداکاری، احتمام، احساس مسئولیت، دلهره، نگرانی. وقتی به شما میگم که به اصطلاح محبت خواهرم دوست داره آدم، بله طبیعتا، خب یه معانی دیگه در ذهن به اصطلاح تداعی میکنه، این هم محبته. وقتی که محبت خانم میاد یا همسر میاد، واسه محدودی خاص خودشو داره، یک معانی دیگه، یک احساسات دیگه، یک انفعالات دیگری در انسان بروز میکنه که اون خاص همسره. همه اینا محبته. در پس صندوقچه محبت معانی و احساسات گوناگون بود و یکی از احساسات اینی که وقتی از شما میپرسم که آقا سلیمانی مادر چطور بود؟ چطور مادر؟ الحمدلله. صحتشون خوبن؟ الحمدلله. فضل الله. خب خانومتون چطوره؟ اینجا کمی باز وقتی که انسان بخواد جواب بده به این راحتی جواب نمیده.
چرا؟ چون که احساس میکنی این مال منه. به تو چه؟ خب چرا میپرسی؟ اگه به کسی بگیم خانمتون چطوره شاید بهش بذاره، خش بر بخوره شاید. حالا کسی آشنا باشه نسبتا تا حدودی، حتی هم آشناش هم شاید با اکراه جورایی. اینجاست که اما وقتی که چی این محبت کاسه شکست، به طرف میگی خانمت چطوره؟ گامش کنین و موضوع رو میخواد عوض کنه. چرا؟ چون در این عشق باید احساس ملکیت وجود داشته باشه. مال منه، کسی حق نداره. همینه مفهوم غیرت. غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی دور انداختن غیر. این فضای محدودیت منه، ملک خصوصی منه. شما ببینید، شما میرید تو جایی، خب میبینید خانمتون همراهتون هست، میبینید یهو خانمتون زد سیلی به یه خانم دیگه. چی شد خانم؟ میگه به شما چپ نگاه میکرد. ای بابا، چرا؟ چون فسم این مال منه، کسی حق نداره توی محدوده من بیاد. همینطور آقا بیشترش. خب اینه که این شناخت پس از اینجا میاد که من این چون مال منه، پس من باید برای رسیدن به اون چیزی که ازش میخوام، محبت میخوام ازش، عشق میخوام، نمیدونم احترام میخوام، باید اون رو بدم. وقتی که من بهش محبت بدم، عشق بدم، احترام بدم، چی میشه؟ ولی اون همین میشه. ولی این که در ابتدا جناب دکتر، حالا شاید بعضیا بگن که خب این برای کسانی که ابتدا دوست داشتن و کم رنگ شده شاید بتونه برگردونه. ما که از زمان اول اصلا همدیگه رو نمیخواستیم و زورکی ازدواج کردیم و به زور ما رو دادن و برای اگر بگیم برای ما کارساز نیست چی؟ این افرادی هستند که باز نیاز هست که این مثلثه رو بهشون نشون بدیم. عشق ساختنی هست. ما همدیگر رو نمیخواستیم. بابا کی همدیگر رو میخواست؟ آقا فلانی و فلانی عاشق همدیگه بودن. دروغه. عاشق همدیگه نبودن، میلان به همدیگه داشتن. چرا میلان داشتن؟ چون که طرف، ببین ما چه میگیم؟ آقا وقتی کسی رو میخوای ازدواج کنی، باید ببینی. برای چی باید ببینی؟ چون که در هر یکی از طرفین، همونطور که مرد دختر رو میبینه، همونطور دختر مرد رو میبینه. دختری که آخر میخواد حرف آخر رو کی میزنه؟ دختر میزنه. مرد میگه من اومدم میخوامه، دختر میگه نمیخوام. حرف آخر با دختره. واسه چی؟ واسه اینی که در هر یکی از این دو نفر در ذهنش تصویری از شوهرش یا از همسرش هست. الان این تصویر رو میگیره، کپیشه، همینه، میخوامش. خب الان افراد اومدن دیگران این فتوکپی رو کشیدن، این رسم رو کشیدن، شما رو با هم جمع کردن، دونستن که شما مال همین. اینجا عشق ساخته میشه. عشق همینه: احساس مسئولیت، وابستگی، روابط جسمی، عاطفی، غریزی. این رو ما میسازیم. این ستاره اگر به وجود آوردیم خود به خود به وجود اومده. اولا با همون جمع شدن فوران میکنه اون رابطه جسمی غریزیش. این یکی از اضلاع مهم این مثلثه. این که به وجود اومد، خود به خود قضیه همبستگی و وابستگی به وجود میاد. بعد منم که با ابراز مسئولیت اون رو میشناسم. بابا جان، وقتی که شما ازدواج کردید و قبولش نداشتی و میخواستی کی رو قبول کنی؟ اولش که ما قبل از این که شما ازدواج کنید، چون با این مرحله نیاز به عقل داره، نیاز به رشد داره، نیاز به درایت داره. ما چون از همه این انتظار این رسیدن به این عقل و درایت رو نداریم، از ابتدا میگیم که آقا قبول نکن تا وقتی که خودت احساس کنی که انتخاب خودته. اما اگر انتخاب شد، اومدی تو میدون، الان اینجا بگی که آقا میدون این چطور من فوتبال کنم؟ طرف مقابل اونجا به اصطلاح که دروازه‌بان خیلی قوی دارن. عزیز من، بازی همینه. بازی، دنیای زندگی بازی هست. بری بیرون سهیش باختی بازی رو. بری بیرون بازی رو باختی، طرد شدی، از چش همه افتادی، این بازی بلد نیست.
داخل میدون باشی باید بدونی که طرف مقابل دروازه‌بان داره، بازیکن‌های خوبی داره، شوت میزنن، لگد میزنن، فوش هم میدن، داورایی هم هستن که احتمال داره با اونا ساخت و باخت داشته باشن، اما میدونه دیگه شما باید ببری تا آخر. اینه که به اصطلاح وقتی اومدی تو میدون حالا میگی که من اینو نمیخواستم. کی رو میخواستی؟ آقا پسر دختر خانم کی رو میخواستی؟ من فلانی رو میخواستم. خلاص فلانی رو میاریم، این فلانی رو بده من، این فلانی مال شما، این فلانی. این دوتا فلانی رو وقتی با هم نگاه میکنیم میبینیم آقا اینم دماغ و چشم و بینی داره، اینم داره، جسمشون زیاد تفاوتی، انسان ها خیلی شبیه به همه بچه های آدم، عاطفه و احساسات مختلفه، اخلاق و نمیدونم رفتار و کنش ها مختلفه. این کلیدش دست منه. من اگر بخوام از دشمن دوست صمیمی میسازم. یعنی قانونه. این قانونه. خب الان چی میخوام؟ دیگه چی مشکل چیه خانم؟ مشکل چیه؟ آقا نمیدونم اون یک مقدار سفیدتره، خلاص چتکه رو بردارین و سفیدش کن. این قضایایی هست که عشق رو ما میسازیم. وقتی که من درک درستی از زندگی داشته باشم دیگه این مفاهیم خود به خود حله. اینه که به اصطلاح این موضوعات چه وقت مطرح میشه؟ وقتی که دختر خانم های ما، آقا پسرهای ما مفهوم درست زندگی رو نفهمیدن، وقتی که نمیدونن عشق زبانه. وقتی میخوام من عشق رو بسازم، عشق رو باید بدونم که چطور میشه ساخت. عشق با تشویق ساخته میشه. اگر طرف مقابل تشویق بخواد، تعریف بخواد. یه خانومی هست فقط تعریفش کن، ماشاءالله ماشاءالله سیب زمینی آب پز درست کردی، بمیرم از همون زمانهای قدیم من بچه بودم میمردم واسه سیب زمینی آب پز. 25 ساله که نخوردم. 25 ساله که سرا، حالا دیروز هم مثلا سیب زمینی آب پز بود، پریشب هم بود نمیش. خب به چه لباسی باشه. شما تو این لباس منو بیاد بلقیس میندازی. من موندم لباس با تو وصف کنم یا تو رو با لباس وصف کنم. این طرف با این زبان ساختار یا پربار کردن عشق پیششه. یه کسی دیگه هست که زبانش اینه که بهش احتمام بدی، بهش وقت بدی، یعنی گوش ملی بشین براش. دقیقاً باش بشینید در تنهاییش بسا همراهش باشید، قدم بزنید، صبح میرید نماز با هم برید مسجد، بذارید بچه ها خواب باشن. یعنی اون زمان قبل از ازدواج بهش وقت میدادیم. الان چون فکر میکنه بهش وقت نمیدیم، فکر میکنه نمیخوایش. پس اینه که باید این مورد رو بهش بها بدیم. وقتی این رو بها دادم، احتمام بسیار وقت دادن. حالا مثلا میبینیم که همین آقایون هم قبل از ازدواج خانومه بهش احتمام میداد و فلان، وقت ازدواج هم بود، وقتی که اولین بچه اومد دیگه خلاص شد مادر بچه، یادش رفت که همسر آقا هم هست. خب این میشه که به اصطلاح این عشق کمرنگ تر میشه. یه موردی هست که به اصطلاح بعضیا با هدیه دادن و هدیه گرفتن عشقشون پررنگ میشه. بهشون هدیه بدید، هدیه بگیرید. بعضیا اصلا هدیه رو، هدیه چیه؟ پول میخواد، پول بهش بده. بعضیا اصلا نه پول میخواد نه هدیه میخواد، گفتار درست میخواد، احترام میخواد، لبخند میخواد، اینو بهش درست میدی. یکی مفهوم عشق رو در خدمتگزاری و خدمت و نمیدونم این میدونه، در باش همکاری کن، خدمتش کن، تو آشپزخونه باش نمیدونم تو این ور باش اون ور باش، ظرفاشو بشود. اگر آغاز مثلا میکنی که برو باش ماشین رو تمیز کن، نمیدونم پیش مهره رو دستش بده و فلان بده، احساس میکنه که این واقعا مال منه، منو میخواد. یا همون به اصطلاح زبان پنجم، همون روابط جنسی یا روابط جسمی که به اصطلاح هر دو تا به اصطلاح تا حدودی، یا بعضیا گرمترن بعضیا سردترن فلان، باش باید راه بیفته. این 5 تا زبان در هر به اصطلاح خانواده‌ای در یکی دوتا سه تاش پر رنگه، در هر طرفی اونا رو بهش بها بدی، خود به خود عشق ساخته میشه. خیلی ممنون جناب دکتر. امیدوارم که آنچه که
به همراه شما بینندگان عزیز از زبان شیرین جناب دکتر شنیدیم بتونه که راهگشای ما برای ایجاد یک فضای صمیمی سرشار از محبت و عشق و اخلاص و از خودگذشتگی باشه در کانون پرمهر خانواده های ما. جناب دکتر ما 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم و اگر باز هم احساس میکنید که نیاز هست مورد دیگر یادداری بفرمایید در خدمتتون هستیم. فقط اگر بخوایم اشاره کنیم اینه که استمرار و پر رونق شدن این عشق و این عاطفه و این زندگی فرمولش چیه؟ اونم یه فرمول داره واسه خودش. خداوند متعال میفرمایند لئن شکرتم لازیدنکم. کفران نعمت نکنید. کفران نعمت از کفت بیرون کند، شکر نعمت نعمتت افزون کند. وقتی که ما میاییم شکر انجام، جالبه که خداوند متعال میفرماید لئن شکرتم، اگر شما شکر ادای کردید، شکر رو گذاشتید، نفرمودن لئن شکرتمونی، اگر شکر منو ادا کردید من بهتون بیشتر میدم. شکر خدا رو ادا کردن، شکر بنده خدا رو هم ادا کردن، احترامش رو گذاشتن، تشکر کردن، قدردانی کردن. زنی که از شوهرش، از هر کوچیک بزرگی شوهرش قدردانی میکنه، از هر کاری که شوهرش میکنه تعریف میکنه، خیلی خوشحال شدم، خیلی کار خوبی کردی، وای خیلی زحمت میکشی واسه ما، این دیگه شوهرش رو قلاده میندازه رو دیگه، به اصطلاح یا طناب بگیم بهتره، طناب میندازه رو گردنش، اون رو مهارش میکنه دیگه، اسیرش میکنه، چارلن هم باش میتازه. و همچنین به اصطلاح مرد وقتی که به اصطلاح میاد قدردانی میکنه از زحمت‌های زنش، از صبح تا حالا شما چه چای به اصطلاح چه کوهی کندید که اینقدر خودتون این کارهای خونه و زحمت‌ها و فلان اینا، اینه لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی که این رو شکر گذاری کردید، تقدیر کردید، احترام رو داشتید و قدردانی کردید، این استمرار پیدا میکنه، نه خیلی بیشتر میشه. خیلی ممنونم، تشکر از شما. بیننده‌ای برامون عشق رو معرفی کردن که بدون اینکه آقا بگه زباله ها رو ببری بیرون. دقیقاً. مشکلیه که خیلی از خانم‌ها باش درگیرن. و منم یه چیز دیگه اضافه میکنم به این جمله عشق، این که قبل از اینکه همسر انسان به انسان بگه که تا زباله های اخلاقی خودش رو به زور ببره کنار بگذاره و گله بکنه و این زباله های اخلاقی سبب متعفن شدن فضای پرمهر خانه بشه، انسان خودش زباله های اخلاقی خودش رو برداره بگذاره دم در و چقدر زیبا میشه فضای خونه اگر انسان قبل از اینکه دیگران بهش تذکر بده خودش رو اصلاح بکنه. خیلی ممنون جناب دکتر. اخلاق سبب عشق نتیجه است. کاملا. اخلاق سبب عشق نتیجه است. یعنی با اخلاق عشق ساخته میشه. دقیقاً. خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. همچنین از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید بسیار سپاسگزاریم. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما، هر آن چیزی که به ما رسیده باشه دیر و زود داره اما سوخت و سوز نخواهد داشت، پاسخ به این سوالات و در برنامه‌های پیش رو حتما مطرح خواهد شد. تشکر خاص دارم از احمد جان و فرید و محمد جان عزیز که پشت صحنه تلاش میکنن به همراه منیر عزیز تا این ارتباط بین ما و شما هم پیوسته برقرار باشه. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهانیم و برای خودمون توفیق استقامت و صبر بر مسیر توحید و عبادت برای کسب رضایت الله متعال تا آخرین لحظه عمرمون محتاج دعای خیرتون هستیم. تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال میسپاریم. الله رو نگهدار شما. جزاکم الله خیر.